از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما با عملهای صالح با عملهای خیر شتاب کنید پیش از آنه که یک مانعه بیاید و از اجرا کردن کار خیر شما را منع کند، به مانند فتنه هایی که انسان را به یک تاریکی به یک چیز مبهم برده میرساند. امروز ببینید چقدر فتنه ها زیاد است، مردم حتی حق و باطل را گاه جدا کرده نمیتوانند. در دوام حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میگویند همینقدر فتنه زیاد میشود که یک مرد سحری مؤمن بود بیگاهی الکی کافر میشود نعوذ بالله. و ما با چشم سر دیده ایستادیم که چقدر انسان ها امروزها در یک لحظه کافر شده ایستادند، دینش را میفروشند. یا اینکه بیگاهی مؤمن و مسلمان بود سحری میبینی که کافر شده است. پیشتر شبانه برای آرامی بود، انسان عادتا در شب خواب میکنه. امروزها مردم با سبب اینترنت، با سبب تلفن، با سبب تلویزیون شبهای هم خواب نمیکنن. شبها فتنه ها برای مردم پیشکش کرده میشود. شب و روز فتنه در اوج است و امروزها بسیار نفرهایی را دیدیم که الله پناه دهد باید کمترین مال و ملک دنیا دینشان را فروخته ایستادند. فتواهای صادر میکنند که نعوذ بالله انسان را از دین خارج میکنند.